سلام عرض ادب خدمت دوستای عزیز. امیدوارم که در هر کجای کسی صحتمند و سلامت باشید. برای اینکه از اجناس ما محصولات ما شما خریداری بکنید، در قدم نخست شما در موبایلتان میرین، گوگل پیدا میکنین و در قسمت روی کروم کلیک میکنین و در اینجا آدرس اینترنتی ما را تایپ میکنین. وطندارشاپ.com وطندارشاپ.com شما در این قسمت تایپ میکنین و تکمه گو رو میزنین. یک لحظه صبر میکنین تا وبسایت ما بالا بیاید. خب این صفحه اصلی وبسایت ما هست. اگر شما خواسته باشین که در قسمت فروشگاه مراجعه کنین، در این قسمت کلیک میکنین و در اینجا دستبندی محصولات رویش کلیک میکنین. خب اینجا لیستی از محصولات ما هست که شما در اینجا مشاهده میکنین و از طرف دیگه شما میتونین از طریق فیسبوک هم از طریق فیسبوک سفارش بدین، خریداری بکنین و همچنین میتونین که لینک محصول مربوطه که در فیسبوک مانده میشه شما از اونجا مستقیم همون محصول مربوطه رو میتونین خرید بکنین. خب برای که این کار انجام بدیم شما در صفحه فیسبوکتان میرین، در قسمت سرچ بارتان در اینجا نوشته میکنین وطندار شاپ موبایل اکسسوریز و زمانی که پیدا شد روی ازو کلیک میکنین و در اینجا صفحه فیسبوک ما هست. خب اگر بخوایم که این محصول خریداری بکنیم، در این قسمت شما میتونین مستقیم روی واتساپ کلیک بکنین. در واتساپ ما هدایت داده میشین، در اونجا میتونین سوالاتی که در مورد از این محصول دارین پرسان بکنین و سفارش هم از اون طریق هم انجام میشه. خب در این قسمت مشخصات کاملی محصول هست، اسم محصول است، قیمت محصول است، اسم محصول هدفون مدل AT2 از برند هواوی هست، قیمت محصول 2350 افغانی، ارسال به تمام نقاط شهر کابل انجام میشه. اگر جهت سفارش ما میتونین از طریق واتساپ انجام بدین و یا همچنان میتونین محصول مربوطه را لینکش در پایین هست، روی از این قسمت کلیک میکنین و وبسایت ما هدایت داده میشه. خب زمانی که روی محصول شما کلیک کردین، در این قسمت مستقیم به محصول مربوطه در وبسایت هدایت داده میشین که از این طریق میتونین خرید انجام بدین. خب شما میبینید در این قسمت عکس محصول هست، جزئیات محصول، ویژگی های محصول، روی بیشتر میزنین تکمه بیشتر، جزئیات بیشتر میبینین و در این قسمت محصولات مشابه و مقاله که در این مورد نوشته شده هدفون بیسیم مدل AT2 و AWEI. وقتی روی نمایش بیشتر کلیک میکنین مقاله رو برای شما نمایش میده. خب به خاطر از این میگم که شما یک وقت اگر بخواید معلومات بیشتر در مورد از نیاز داشته باشین حتما به مقاله ما سر بزنین. در غیر صورت شما مستقیم در پایین اینجا میبینین که افزودن به سبد خرید کلیک میکنین. زمانی که افزودن به سبد خرید کلیک کردین و این قسمت هدایت داده میشین، تصویه حساب میزنین. خب در اینجا مشخصات از شما رو خواسته، شما میتونین در اینجا اسمتون رو بنویسین، مثلا علی حسینی، شماره تذکرش در یک قسمت مثلا 1398 1200 396 32 در یک قسم شهر کابل. خب قبل از این باید آدرس
دقیقه تایپ بکنید اینجا. کابل سرپل، یا بیشتر هم میتونیم که آدرس دقیق بیشتر درست نوشته بکنیم. و این صورت خب چیز هم میگیریم، شهرم کابل باشه و در اینجا شماره تماستان رو تایپ میکنیم. ایمیل آدرس اختیاری هست، میتونید نوشته نکنین، آدرس نقشه هم اختیاری است. خب این قسمت کش میکنین بالا و در اینجا در پایین از این نقشه در اینجا انتخاب زمان تحویل سفارش است. شما روزی شنبه رو انتخاب کنین 3 روز بعد و در این قسمت هم ساعت تحویل در نظر بگیرین. از ساعت 10 تا 13 از ساعت 8 تا 12 در این قسمت ساعت 13 تا 18. خب در این قسمت رو انتخاب کردین، دکمه زب در این طرف سمت رو چپ کلیک میکنین و در اینجا سفارش شما اوکی شد. شما اگر درخواست فاکتور میکنین در این قسمت تیک بزنین. خب درگاه پرداختی را، روش پرداختی را، پرداخت هنگام دریافت شما کلیک بکنین، به خاطر از اینکه برای فعلا تا اینکه محصول شما ندیدین پرداخت آنلاین انجام ندین و زمانی که محصول دیدین هم هنگام دریافت میتونین محصول هزینه محصول پرداخت بکنین. و همچنان شما میتونین که زمانی که پرداختی را انجام دادین قبلش چک بکنین و بعد از اینکه طبق عکس هر آن چیزی که شما در سایت میبینین مطابق همه ویژگی ها و چیزی که هست ما در سایت ما پشتیبانی میکنیم. اگر مشکلی تکنیکی وجود داشته باشه حتما بررسی میشه توسط تیم ما و دوباره محصول شما بازگشت میشه و مورد بررسی قرار میگیره. خب ثبت سفارش در یک قسمت شما کلیک میکنین. یک لحظه صبر میکنین تا سفارش شما ثبت شد. خب در یک قسمت شما مشاهده میکنیم که سفارش شما به صورت موفقانه انجام شده. متشکریم از سفارش شما دریافت شد. خب شما میتونید روی چاپ فاکتور کلیک بکنید. فاکتور خریدی که انجام دادین در یک قسمت قابل نمایش است، رو زوم میکنیم. خب شما میتونید این فاکتور که زمانی که سفارش انجام دادین این فاکتور رو به واتساپ ما ارسال میکنین و همکارای ما در اینجا میبینه زمانی که سفارش شما رو دید پیگیری میکنه. این بود خیلی روند طی مراحل سفارش در وطندار شاپ، بسیار آسان و ساده. و در فاکتور هم شماره تماس، ایمیل آدرس، آدرس سایت در اینجا موجود است که شما میتونید از این طریق هم با ما در تماس شوید.